معجزه جوش شیرین برای درمان عفونت‌ها. شاید شما هم به این فکر افتاده باشین که تو این روزای کرونایی از جوش شیرین برای ضد عفونی کردن دستها و برخی وسایل و سطوح و همچنین از ترکیب اون با نمک و سرکه انگور برای شستن میوه‌ها و سبزیجات استفاده کنین. اما جالبه بدونین علاوه بر این، جوش شیرین یک ضد ویروس و باکتری خوب و مطمئن برای درمان چرک گلو هم هست، به شکلی که میشه با روش درست بخور جوش شیرین تا حد زیادی ریه ها رو از خطرات جدی عفونت‌های حاد دور کرد. به هیچ عنوان برای بخور جوش شیرین از دستگاه بخور استفاده نکنین. بهتره برای بخور از کتری برقی یا 2 عدد کتری معمولی استفاده بشه و در صورت استفاده از کتری معمولی از یک فرد دیگر برای تعویض کتری کمک بگیرید. برای انجام بخور جوش شیرین 1/3 ظرف آب بریزید و بجوشونید. مراقب باشید که ظرف بخور پر از آب نباشه تا با ریختن جوش شیرین باعث پاشیده شدن آب داغ به دست و صورت شما نشه. موقع بخور بهتره یک ملافه، چادر یا چادر شب روی سر قرار بدید. بعد از جوشیدن کتری اونو از حرارت جدا کنید و در حالی که در زیر چادر هستید یک قاشق مرباخوری و یا نصف قاشق غذاخوری جوش شیرین داخل ظرف بریزید و به مدت 2 دقیقه بخاری که تولید میشه رو عمیقاً از بینی تنفس کنید و از دهان بیرون بدید و 5 مرتبه پی در پی در یک نوبت تکرار کنید. افراد سالم جهت پیشگیری باید 7 روز پی در پی روزی 1 مرتبه و بعد از آن هفته 1 بار تا زمانی که اپیدمی کرونا هست بخور را ادامه بدن. و افراد بیمار هم برای رفع خشکی سینه باید همانند افراد سالم بخور بدهند، اما روزهای اول و دوم حتما در 2 نوبت صبح و شب این کار را تکرار کنند. در صورتی که حتی یکی از چند علامت بیماری کرونا را داشتید، خود را بیمار تلقی کنید و دستور بخور جوش شیرین را برای خود اجرا کنید تا جای نگرانی باقی نماند. مطمئن باشید با استفاده از معجزه بخور جوش شیرین مراجعات به بیمارستان‌ها کم خواهد شد. سعی کنید تو این روزا بیشتر مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید.